در شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخ چمپیونات جهان اوگید با کورش کشتین کمربندی برای سن سال 18-20 ساله برپا شد که در آن جمهوری‌های ترک زبان به ویژه ازبکستان داد میدانداری داده تمام پهلوانان ما را به زمین پرپیچ کرده بیش از 10 مرتبه مجبور ساختند تا ورزشگران ما پرچم تسلیم ورداشته با سر خم گیمن این کشور را گوش کنند. تنها یک پهلوان ما توانست در فینال دست بالا شود. 4 تن دیگر را چنان زدند که به گفته بابای غلام تاریخی و توصیفی هر دو کتفشان به زمین چسبید و این همه شپاشپی بی سابقه ننگبار در حضور رئیس ولایت سوخ و تمام حکومت ولایت به وقوع می‌پیوست. من هم می‌دانم ازبکستان کشور دوست است و برخی سردمداران فکر می‌کنند امروز چیزی در این مورد نوشتن آنتی سیاسی است. ولی پریچم توت سیاست وقتی پهلوانان همسایه پهلوانان تاجیک را در حضور هزاران تاجیکستانی به طور بی سابقه آبروریز میزنند و میزنند. با پندار سیر فردی ما برگزاری سابقه این نمود گوشتی با خرج صدها هزار سامانه نوعی که برای ملت ما تقریبا بیگانه است یک عملکرد آنتی سیاسی بود و هست و آن نفری که میگوید ورزش سیاست نیست نامعقول کرده است. اگر ورزش سیاست نمی بود دولت ها برای آن میلیاردها دلار صرف نمی کردند. اگر ورزش سیاست نمی بود دسته های روسی را از مسابقه ها نمی راندند. اگر ورزش سیاست نمی بود حالا اصلا المپیاد و مسابقه های جهانی نبودند. ورزش سیاست بود هست و میماند و نفرانی که این مسابقه قهرمانی جهان در میان 18-20 ساله را در سوخت راه اندازی کردند آبروی سیاسی دولت ما را خدشه‌دار نمودند، زیرا این سبقت که عاقبتش را مسئولین ساحه باید میدانستند اگر در دیگر کشور برگزار میشد عین ثواب بود. 14 اکتبر سال 2023 شام همین روز تا نیمه شب در سوخت تقریبا یک گیم صدا داد. گیمن جمهوری ازبکستان در ورزشگاه پوشیده خوجند تنها یک پرچم سربالا میشد، پرچم ازبکستان. کار تا جایی بود که بعد پی هم چپگردان سازی بنام پهلوان های ما که هم اشان را در فینال حلال زدن ورزشگران همسایه کشور یک سو حتی مخلصانشان پرچم دولتشان را برداشته طرف دوره ورزشگاه می آمدند. کورش چیست و با چی آن را می خورند؟ ما اگر خود را 100 پاره کرده اثبات نماییم هم کورش که نامش را گوشتنی کمربندی گذاشته ایم مال مغول تباران است و همین است که تا سالهای اخیر در تاجیکستان به ویژه جنوب آن حتی چی بودن این گوشتی را نمیدانستند. کی یاد دارد که در مراسم درویشانه و نوروزی تاجیکستان کورش می گرفتند؟ هیچ کس. برای چی بودن کورش رو می آریم بر سرچشمه های اینترنتی اصولا به زبان روسی که پگاه گاه کورش پرستان ما را اراد نگیرند. Куреш, также курес, куреш, кураж, куряш, кореш – традиционный вид борьбы у тюркских народов. Название происходит от руссификации соответствующих названий борьбы в национальных языках, в которых это слово является полным синонимом русского слова «борьба». К примеру, алт-кураж, башк, кореш, тат-кореш, кас-курес, кирк, курош, хак-курес, чуваш, керешу путем замены отсутствующих в русском языке букв О, Э, У, И, изменения некоторых согласных более близким к грамматике русского языка. У башкир, татар и чуваши представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников Сабантуя, Джиена и Акатуя. В 2016 году ЮНЕСКО, отметив влияние на укрепление отношений между общинами, основанных на принципах толерантности, доброй воли и солидарности, внесла курес в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 6 сентября 1998 года в Ташкенте с участием представителей 28 стран Азии, Африки и Европы была создана Международная ассоциация «Кураж».
به اینکه مغول تباران و ترک زبانان آن را مال خود می‌شمارند، محض تاشکند توانست کره‌اش را به سبقت بین‌المللی تبدیل دهد و به بازی‌های تابستانه آسیا وارد سازد. این در حالی است که کره‌اش نوعی المپی ورزش نیست، یعنی به المپیاد راه نیافته است و در کشور ما که در حالت رشد قرار دارد، برگزاری چمپیونات جهان آید به نوع ورزشی که المپی نیست ملیح کرده گوییم کاری عاقلانه نبود. خیلی خوبتر میشد اگر مسئولین ورزش ولایت سوخ چمپیونات جهان آید به گشتین ملی تاجیکی را که نیز نوع المپی نیست برگزار میکردند. این در حال است که با سبب‌های نامعلوم برخی بازی فینالی وزن‌هایی که در آن تاجیکان سبقت می‌کردند از روز 13 اکتبر به 14 اکتبر و آن هم بگاه وقتی ریاست ولایت تشریف آورد گذرانیده شدند. شاید مسئولین می‌خواستند پرچم و گیمن تاجیکستان در حضور ریاست بیشتر صدا دهد و یا فکر کردند ورزشگران نزد مهمانان عالی رتبه خوبتر هنرنمایی می‌کنند. ولی این استیمول کاری برعکس کرد. از 5 فینالیست 4 نفرش شکست دید. تالار پرآدم بعد هر یک برآمد ورزشکاران ما یک آه سر کشیده خاموش میشد و در این خاموشی صدای ازبکستان طنین انداز میگردید. من معذرت میخواهم ولی این هنگامه به من همان هنگامه سال 1994 را به خاطر آورد. در هر صورت کاری بد شد. و طور نیکلای ازیروف راوی معروف سویتی می گفت تکای سپورت نم ننوژین. خود همان روز یعنی 14 اکتبر سال 2023 ولایت سوخت. راستی نتوانستم تا آخر شینم و گیم گوش کنم، زیرا گیمن کشورهای ترک زبان آنگونه زیاد صدا داد که طاقتم تاق شد. عجیبش این بود که این گیم ها وقت صدا می دادند که تمام حکومت ولایت زیر آن صف زده راست می ایستاد. من نمیدانم به تعبیر ورزش سیاست نیست، ولی اگر ریاست ولایت بزرگترین یک کشور اگر عضو فدراسیون کره‌اش نیست شر نبودگیست اینجا می ایستاد و برای این گشتی تنها برای مدال و دیپلم و بنر و رکلامه بیش از 380,000 سامانه ریاست ورزشش جدا میکرد. و از همه آخر وقت مردم بیرون میبرآمد یک جوان سعودی با اشک گلوگیر میگفت به نام خدا قریب گیمن ازبکستان را از یاد کردم. آخر کم نه غم نه 11 بار صدا داد. و آخرین شرط نیست از چند دولت و چند ورزشکار اینجا شرکت داشت. مهم آن شد که در بنر سبقت که برای آن بیش از 10,000 سامانه خرج شده است یک حرف به زبان دولتی ما نبود. آخرالجمع است. آیا چرا آشخانه سغدیان طربخانه شد و تالار سغدیان آشخانه؟ از 13 تا 15 اکتبر سال 2023 ورزشکاران در لگر پیانری جا شدند. مدیریت این مسابقه جهانی و ژورنالیستان وطنی و خارجی در مهمانی سغدیان صادق لیل‌آباد خاطررسان می‌شویم که نمایندگان از چندین کشور عالم همه‌اش خوب بود تا وقتی که روزهای استراحت فرا رسیدند و مهمانان را از آشخانه به وستیبیول تالار قبول مهمانخانه پیش کردند و اینجا در پس میز و کرسی های خودروی سخیوی صبحانه دادند، زیرا در روزهای شنبه و یکشنبه آشخانه مهمانخانه سغدیان به طربخانه تبدیل یافت و در آنجا آش نهاری توی کدام ثروتمند برگزار شد. ایمیج کشور هیچ است وقتی سخن سر آب روی یک تویدار می رود.